یه اسلحه هست که وقتی فقط یه نگاه بهش بندازی انگار ازش بوی اطمینان میاد. نه فریاد میزنه من خطرناکم، نه ادا در میاره. فقط یه حضور خونسرد داره که میگه من از اونام که کارمو بلدم. اسمش برتا 92، یه تپانچه ایتالیایی که از دهه 70 تا الان هنوزم سر زبون هاست. از میادین جنگ گرفته تا فیلم های اکشن، از دست سربازها تا قهرمان های سینما. امروز قراره با هم ببینیم چرا این تیکه فلز صیقلی این همه محبوب شد، چی تو دلش داره و چه رازی باعث شده هنوز بعد از نیم قرن ازش حرف زده بشه. برتا 92 یه پیستول نیمه خودکار ساخت ایتالیاه از شرکت معروف برتا. برتا خودش یکی از قدیمی ترین تولید کننده های سلاح توی جهانه. از قرن 16 هم تا حالا دست از کار نکشیده. مدل 92 یکی از موفق ترین طراحیاشونه. از نظر اندازه یه پیستول فول سایزه، یعنی نه خیلی کوچیک نه اونقدر بزرگ که دست رو خسته کنه. از همون اول به خاطر دقت خوب، دوام بالا و طراحی خوش دستش هم بین نظامی ها و هم تو بازار مدنی طرفدار پیدا کرد. حالا برگردیم عقب به دهه 70 میلادی. اون موقع برتا دنبال این بود که یه جانشین مدرن برای مدل‌های قدیمی ترش بسازه، مخصوصا برای استفاده پلیس و نیروهای مسلح. تجربه چند دهه کارش رو وسط گذاشت و نتیجه شد برتا 92. اولین مدلش سال 1975 معرفی شد. بعدش نسخه های بهبود یافته یکی یکی اومدن بیرون. دهه 80 که رسید، آمریکا دنبال یه تپانچه جدید بود تا جای کولت 1911 رو بگیره. تو اون رقابت برتا نسخه مخصوص خودش یعنی 92 اف رو فرستاد و برنده شد. از همونجا بود که اسمش سر زبون افتاد، چون هرچی باشه وقتی ارتش آمریکا یه چیزی رو انتخاب میکنه یعنی امتحانش رو پس داده. قبل از اینکه بریم سراغ مشخصات فنی این اسلحه ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. برتا 92 از فشنگ 19.9 میلیمتر پارابلوم استفاده میکنه، همون فشنگ معروف ناتو که تقریبا توی همه پیستول‌های مدرن دنیا استفاده میشه. نه خیلی قویه نه خیلی ضعیف، دقیقاً وسط تعادله. وزنش حدود 950 گرمه، یعنی نه اونقدر سبکه که حس پلاستیکی بده، نه اونقدر سنگینه که بخوای بندازیش زمین. طول کلیش حدود 21 سانتی متره، لولش هم نزدیک 12 سانته. برد مؤثرش حدود 50 متره، یعنی تا این فاصله هنوز دقت قابل قبولی داره. بیشتر از اون هم تیرش میرسه ولی دیگه دقت افت میکنه. خلاصه برای فاصله های نزدیک تا متوسط طراحی شده. سیستمش بر اساس قفل کوتاه لوله است با مکانیزم دابل اکشن و سینگل اکشن. وقتی درباره سینگل اکشن صحبت میکنیم یعنی کشیدن ماشه فقط یک کار انجام میده. رها کردن چکش. چکش باید از قبل کشیده شده باشه، یا دستی کشیده بشه یا از طریق شلیک قبلی عقب اومده باشه. بنابراین فشار روی ماشه سبکتره و هدفگیری دقیق تر میشه. در دابل اکشن اما ماشه دو کار انجام میده. ابتدا چکش رو میکشه و سپس رهاش میکنه، یعنی میتونه بدون کشیدن دستی چکش بلافاصله شلیک کنی. این مزیت سرعت رو برای تیر اول فراهم میکنه، ولی احساس ماشه سنگین تره و کمی دشوارتر برای دقت اولی است. بسیاری از مدل ها مثل برتا 92 FS ترکیبی هستند. تیر اول به صورت دابل اکشن شلیک میشه و تیرهای بعدی در حالت سینگل اکشن. خشاب استاندارد این اسلحه 15 تیره، ولی بسته به مدل و بازار خشاب‌های 10، 17 یا بیشتر هم براش هست. با فشنگ‌های معمول 9 میلیمتری کار میکنه، همونایی که تو بیشتر سلاح‌های ناتو استفاده میشن. یکی از دلایل محبوبیتش دقت خوب و لگد کنترل شدهشه. وزن فلزی و طراحی تعادلش کمک میکنه لگد تیر زیاد اذیت نکنه. خیلی میگن تیر زدن با برتا حس نرمی داره، نه مثل بعضی از پیستول‌های سبک که هر شلیکش یه ضربه خشک به مچ میزنه.
قیمتش تو بازار جهانی بین 700 تا 1700 دلاره. بستگی داره کجا بخری و چه مدلی باشه. هزینه نگهداریش نسبتاً پایینه چون قطعاتش زیاده و تعمیرکارها باهاش آشنان. از اون اسلحه‌ای نیست که با یه خرابی بندازیش یه گوشه. یکی از ویژگی‌های خاصش طراحی ارگونومیک و بالانس عالی بدنشه. حس گرفتنش توی دست طبیعیه. بدنه تمام فلزیش هم باعث شده دوامش زیاد بشه و حرارت رو خوب پخش کنه. مکانیزم دابل اکشن و سینگل اکشن، ضامن ایمنی روی اسلاید و ظرفیت بالا همه باعث شدن برتا 92 یه تپانچه مطمئن و کاربردی باشه. اما خب هیچ چیزی بی‌عیب نیست. یکی از نقاط ضعفش وزنشه. برای کسی که بخواد همیشه حملش کنه یکم سنگین حساب میشه. و دومین مشکلش اندازه بزرگشه، یعنی برای پنهان کردن زیر لباس زیاد مناسب نیست. یه نکته دیگه هم اینه که طراحیش قدیمی تره، مخصوصا توی نسخه های اولیه خبری از ریل تاکتیکی یا امکانات مدرن مثل نصب لیزر و چراغ نبود. از سال 1975 تا امروز خانواده برتا کلی شاخه پیدا کرده. مدل 92F و 92FS معروف تریناشن، ولی نسخه های دیگه هم هست مثل 92G، 92D، 92X و مدل های نظامی M9A1 و M9A3. هر کدومشون یه اصلاح یا بهبود داشتن. مثلا در نسخه های جدید ریل اضافه کردن برای نصب چراغ یا اپتیک. بدنه هم سبکتر شده و طراحی ماشه بهبود یافته. برتا نشون داده که میتونه یه طراحی کلاسیک رو زنده نگه داره و با نیازهای امروز هماهنگش کنه. اگه بخوایم مقایسه کنیم معمولا برتا 92 رو کنار گلاک 17 یا سیگ پی 226 میذارن. گلاک سبکتره چون بدنش پلیمره، برای حمل روزمره بهتره ولی لگدش مخصوص تره. برتا فلزیه، سنگین‌تر ولی نرمتر، حس تیراندازی کلاسیک میده. با سیگ هم رقابت نزدیکی داره. هر دو دقیق و مطمئنن اما انتخاب نهایی معمولا سلیقه‌ایه. یکی دنبال حس مدرن و مینیمال گلاکه، یکی دنبال فلز و اصالت برتا. برتا 92 امتحانش رو توی دنیا پس داده. از ارتش آمریکا گرفته تا پلیس‌های اروپا، آفریقا و آسیا. توی جنگ خلیج فارس، بالکان، افغانستان و عراق هم حضور داشته. سربازایی که باهاش کار کردن معمولاً از دقت و اطمینانش راضی بودن، ولی بعضیا میگفتن اندازه بزرگش برای عملیات‌های نزدیک یکم دست و باگیره. در کل کارنامه‌اش مثبته، یعنی یه سلاح قابل اعتماده که دهه‌ها خدمت کرده و هنوز هم خیلی ازش استفاده میکنن. برتا 92 همون مدلیه که نشون میده مهندسی خوب عمر داره. از دهه 70 تا الان هنوز تولید میشه، هنوز خریدار داره، هنوز اسمش احترام میاره. نه یه اسلحه انقلابی، ولی یه اسلحه درست ساخته شده است، چیزی که وقتی بگیریش حس اعتماد منتقل میکنه. اگه از این نوع بررسی خوشتون میاد، لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما توی کامنت ها بگید توی ویدیوهای بعدی سراغ کدوم اسلحه بریم. اگه به دنیای سلاح ها علاقه داری، پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو هم از دست ندید.